با سلام خدمت همه عزیزایی که ما رو دارن تو این لحظه تماشا میکنن. خب به نظر من وستی ویسرز رو دیگه از آرنولد کلاسیک باید ما مانیتور کنیم. پیشرفت هایی که داشته، پیشرفت در بدن، عضلات، شیپ، کاندیشن و حتی محبوبیت اون تونست راماندینو رو شکست بده. جالب تونست با این بردی که داشت تو آرنولد کلاسیک دیده بقیه رو نسبت به خودش عوض کنه. میتونه جزو تاپ 3 باشه از این رویداد. نمیدونم هم نظر هستیم یا نه. ما بهترین ورژن وست رو تو اوهایو دیدیم و اونجا عالی بود. خب میشه گفت اونور قضیه هم کریس بامستد یه جورایی تو دسته کلاسیک مسمانستره. میشه گفت اون عضلات پرتغالی تری داره، بدون شک پاهای اون به نسبت وستی بهتره، پکیج کاملی رو داره. باز شما میتونید کامنت کنید اگر نظری رو دارید. ببینید توی بدنسازی به هر حال قد بلند یه نقطه ضعف به حساب میاد، ولی خب بامستد اونو به یک نقطه قوت تبدیل کرده. بدن پرتغالی تری داره، پاهای خوب و پری داره، ولی خب وستی ویسرز این نقطه قوت رو متاسفانه روی پاهاش نداره. بدن ایکسی نداره، بیشتر به نظر من حالت اچ داره تا ایکس. خب باید ببینیم توی مستر المپیا روی استیج آیا وسلی حرفی برای گفتن بین این همه به هر حال بدنساز قدر داره یا نه. خب در ادامه ما بهتره که راجع به دو بدنساز درگ لانسفورد و هادی صحبت بکنیم. نقطه قوت جفتشون، نقطه قوت درگ عضلات پشت واقعا توی این عکس میتونیم ببینیم درگ بهتره، ولی خب واقعا توی عضلات سینه و جلو، مخصوصا حالا سینه حتی 4 سره رو به نظر من واقعا هادی عالیه و درک هیچ حرفی برای گفتن نداره. خب ببینید هادی توی این یک سال واقعا روی نقطه ضعفاش به شدت کار کرده. شما اگر دقت بکنید عضلات پشتش به شدت عالی هستن، حتی ضخامتش بیشتر شده، مخصوصا اگر شما لت رو نگاه بکنید به شدت ضخامتش بیشتر شده، پهن‌تر شده. توی کانال‌های دیگه من به نظرم خیلی راجبش صحبت شده و ما بهتره دیگه راجبش بیشتر صحبت نکنیم. امیدوارم که هادی بتونه موفق باشه. خب اگر بخوایم راجب سامسون صحبت بکنیم، اون واقعا بدن خوبی داره، روی نقطه ضعفش کار کرده. تقریبا میشه گفت هر از چنگای آپدیت از خودش میده و چیزی که بیشتر به نظر میاد و توی چشم عضلات پشتش هست، لت‌های اون ضخیم‌تر شده و حتی جزئیات بیشتر خودش رو نشون میده. به نظر من واقعا میتونه خطری باشه برای حتی نفر اول یا دوم. امسال معلوم واقعا میشه که چند مرده حلاجه. ببینید به نظر من سامسون میتونه قهرمان مستر المپیا باشه. بدن ایکسی داره، بدن پرتغالی داره و اگر به صد خودش رو بیاره بدون شک میتونه یه خطر باشه در ادامه. خب والا من خبری رو شنیدم، البته نمیدونم شایع است یا نه. البته رفتم واسه کمی تحقیق کردم. میلوسارسف راجع به روز تابانی گفته که تا هفته دیگه وضعیت ویزاش مشخص میشه. ان شاءالله که بتونه موفق باشه. روزگارتون خوش باشه.